سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان علاقه‌مندان به بازارهای مالی و ترید. امروز میخوایم راجع به یک موضوعی صحبت کنیم، اونم اینه که بحث ترید کردن مناسب چه کسی هست، چه کسانی این کار براشون خوبه و میتونن توش موفق باشن. ببینید، برای اینکه این موضوع رو بتونیم بهتر درک کنیم باید اول یکم برگردیم به عقب. خب پول در آوردن یک چیز خیلی شیرین و خوبیه که همه دوست دارن در واقع پول در بیارن. منتها هر کسی نمیتونه دکتر بشه، همه افراد نمیتونن مهندس بشن، همه افراد نمیتونن تاجر بشن. بحث علاقه مهمه و بحث توانایی. من یه ویدیویی تهیه کرده بودم راجع به مزایا و معایب ترید، کلا کار ترید کردن. اونو حتما نگاه بکنید که اصلا ببینید که چه مزایا و معایبی داره. اما در حالت کلی این ویدیو رو میخوام اختصاصی راجع به این موضوع بگم که برای چه کسایی مناسب هست. بحثی که در اینجا مطرح میشه این هستش که ما داریم با ترید کردن به بازارهای مالی دنیا متصل میشیم، یعنی بازاری که توی کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود داره. مستقیما با این بروکرها داریم با اونها ارتباط مالی برقرار میکنیم. یعنی اتفاقی که شما توی کامپیوترتون تو هر نقطه کره زمین که باشید و میبینید همون اتفاقیه که توی در واقع بورس کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی قیمت طلا و موارد اینچنینی به وجود میاد و کاملا به صورت ریل و شفاف است. خب شما وقتی که دارید معامله‌ای رو انجام میدید که با ابرقدرت‌های مالی دنیا هست و ارزش پول شما حالا ریال، لیر، حالا هر چی هست، شما باید اولین نکته اینو در نظر داشته باشید که شما دارید قدم میذارید در معامله کردن با کسایی که اونور کامپیوتر یا اونور پرده در واقع با پولهای کلانی نشستن. نمیخوام که این موضوع یه جوری باشه که ترس براتون داره، نه، به خاطر اینکه شما هم دارید با مقدار سرمایه حالا کمتون، حالا هر مقداری که هست، دارید این کار رو انجام میدید. ولی اونور داستان بازار مالی هست. یعنی شما باید اول این موضوع رو برای خودتون جا بندازید که من قراره کار مالی انجام بدم. توی وارد شدن در کارهای مالی همونجوری که در واقع سود خیلی خوبی داره، خب ضرر هم ممکنه داشته باشه اگر شما آشنایی و دانش کافی رو نداشته باشید و میتونه واسه شما خطر آفرین باشه و همچنین واقعا میتونه خیلی به سادگی آب خوردن میتونه در واقع پول شما رو ببلعه. شما تو این بازار به دلیل کم بودن ارزش پول یا مقدار پول کمی که دارید ناخودآگاه استرس دارید. اگر شما بر اساس استراتژی ها، بر اساس موارد درست و اصولی کار رو انجام بدید، خب استرس شما بسیار پایین هست و شما اینم مد نظرتون داشته باشید که هر کاری، میگم تو اون ویدیو من توضیح دادم، هر کاری استرس های خودش داره. به طور مثال مثلا چیزی که مرسوم حالا تو ایران اینجوری بود که مثلا میگن افرادی که کار ساخت و ساز انجام میدن خب درآمدهای خوبی دارن. یه بخشی از اون درآمد برمیگرده به تورمی که به اون خونه‌ای که حالا طی یک سال، دو سال، چند سال ساخته میشه و یه بخشش هم برمیگرده به اون خدمات و در واقع اون حرفه طراحی، نوع در واقع تجهیزاتی که به کار رفته. اما در همه لحاظ، همه مواقع گودبرداری کارگر داره کار میکنه و موارد این چنینی حالا نمیخوام واردش بشم، اون طرف استرس داره، ولی و این استرسش ممکنه حالا کمتر باشه ولی در یه بازه زمانی بیشتریه. کسی که رستوران داره، کسی که کار واردات صادرات انجام میده، کسی که کارفرما هست، کسی که کارمند هست، باید سر یه ساعتی بخوابه، باید سر یک ساعتی برسه به محل کارش. همه این کارها استرس‌های خاص خودشو داره. استرس اصلی برای دوستان بعضن اون موقعی به وجود میاد که بدون برنامه، بدون هیچ شناختی از خودشون، این شناخت از خود فرد میتونه یکی از مهمترین آیتم ها باشه. بدون شناخت و بدون برنامه، بدون استراتژی، بدون آموزش کافی و درست میخوان وارد این بازار بشن. خب بازاریه که شما باید رقابت بکنید با در واقع بازارهای مالی دنیا و شما مقدار سرمایه، ارزش پولتون اینا پایین هست. پس باید بیایم حالا از روش مهندسی معکوس استفاده بکنیم و ببینیم که ما اگه بخوایم وارد این بازار بشیم باید چه آیتمایی رو در واقع رعایت بکنیم و بدونیم. یه موضوع دیگه‌ای هم که وجود داره اینه که این کار بیشتر برای افرادی مناسب هست که حداقل یک بازه توی تایم آسیا یا اروپا یا تایم آمریکا، حالا بسته به هر جایی که در واقع هستید این ویدیو رو می‌بینید، باید تقریبا یک تایم خالی 7-8 ساعته حالا در اختیار شما باشه. اینجوری نیستش که ببینید در عرض یک دقیقه من یه پوزیشنی میگیرم، سود میکنم و خدا نگهدار. ممکنه این اتفاق هم بیفته ولی بعضی وقتا ممکنه کار شما گره بخوره، طول بکشه
و از همه مهمتر اینه که شما باید یک سری تحلیل ها و یک سری مواردی رو به درستی انجام بدید. خب اینها میطلبه که شما یک تایم خالی رو داشته باشید. یعنی افرادی که میان یک شغلی دارن و این کار هم میخوان انجام بدن، باز من توی یک ویدیوی دیگه توضیح داده بودم راجع به اینکه کجا و تو چه موقعیتی ترید بکنیم، لینکشو میذارم نگاه بکنید. باید شرایط رو واسه خودتون فراهم بکنید. این کار رو نباید دست کم بگیرید و در واقع شوخی بهش نگاه بکنید. من بودن از دوستان، خب این برنامه هم تو کامپیوتر نصب میشه و هم روی گوشی موبایل و تبلت هست. افراد مثلا در مسیر هستن، دارن میرن بیرون، دم یه جایی مثلا ماشین رو پارک کردن، با مثلا موبایل پوزیشن میگیرن. خب این حتی هم اگه بره تو سود، این خراب میکنه کار رو، به خاطر اینکه ناخودآگاه شما این فرمان رو میده من به همین سادگی مثلا $7 مثلا $10 $50 گرفتم. یکی از دوستانی که در خدمتشون بودیم یک موضوعی رو تعریف کرد، میخوام بگم که شاید مناسب شما هم باشه. میگفتن که ما رفته بودن بیرون، تو ایران رفته بودن بیرون، یه جایی میخواستن برن خرید بکنن، خانمشون ماشین پیاده شده مثلا 400,000 تومان، در واقع مثلا 700,000 تومان یه عددی رو خرید بکنه. میدونستم مثلا یه عددی رو مثلا قرار خرید بکنه. میگه من تو همین فاصله با موبایلم مثلا یه دونه پوزیشن گرفتم، مثلا $8 بیش خودم گفتم اون پولی که میخواستم بدم در اومد مثلا. خب ببینید این بخش شیرین داستانه. همینجا باعث میشه که کار شما خراب بشه، همینجا به مغز شما فرمان داده میشه که اینجوری من میتونم این کار رو انجام بدم، خیلی ساده تونستم $10 $50 $100 $7 $500 در بیارم. ولی این خب حتما به صورت شانسی بوده و همیشه این اتفاق نمیفته و شما دفعات بعد که میاد این کار رو میکنید، اونجاست که در واقع پوزیشن های شما خراب میشه و ضررهای بسیاری رو میکنید. افرادی که میخوان تو این بازار وارد بشن باید نکات مربوط به این موضوع رو کامل بدونن، آرامش رو باید داشته باشن، تایم خالی رو باید در واقع برای خودشون داشته باشن که بخوان روی این کار تمرکز کنن. دقیقاً توی اون ویدیو من توضیح داده بودم این شغل رو باید به عنوان یک شغل در نظر بگیرید. واقعا باید به عنوان یک شغل در نظر بگیرید و بهش بها بدید و اهمیت واسهتون داشته باشه. شما اگه قراره از این کسب درآمد بکنید، از این راه کسب درآمد کنید، باید تمام موارد و مسائلی که مربوط به این کار هست رو رعایت بکنید. و در واقع اینجا جای قمار کردن نیست، قمار جاش تو کازینوه. این کار اصلا قمار نیست، شوخی نداره و اون برای بازار، برای چندمین بار دارم عرض می‌کنم، بازارهای مالی گردنکلفت قدرتمندی نشستن. پس اینجا جای قمار کردن و شوخی کردن و شانسی انجام دادن نیستش. روی برنامه‌ریزی حتما باید باشه و روی استراتژی باید باشه، تمرکز باید داشته باشید. افرادی که کاراکترن، انسان‌های استرسی هستن، یعنی استرس توشون زیاده، آدمایی که مضطرب میشن، انسان‌هایی که کلا افراد مثلا فرد مضطربی ترسو هست، نه اینکه حالا اینجا اتفاقی قراره بیفته، نه، ولی این افراد میتونه این کار واسهشون مناسب نباشه، چون این باید شما وقتی به جایگاهی میرسید، به توانایی میرسید، اون قدرت رو داشته باشید که تصمیم گیری بکنید. افرادی که یه مقدار استرسشون زیاده ذاتاً این مدلی هستن، میتونه واسهشون مناسب نباشه. امیدوارم که تریدهای خوبی داشته باشید. اگر دوستان سوالاتی داشتن میتونن کامنت بدن یا به ایمیل من میتونید در واقع ایمیل بکنید. من میتونم 15 دقیقه به صورت رایگان باهاتون در واقع صحبت بکنم. اگه سوالی دارید یا راهنمایی لازم باشه میتونم در خدمتتون باشم. موفق باشید.